الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز گرامی قدر، امروز بهر شما حدیث را از جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشکش میکنم. در دوام صحبت از ما خطاگی سر بزند از همه شما دوستان معذرت خواهی میکنم. و حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست که پیامبر میگه دو چیزی هست که در بین شما، یکمش اولش این است که سخن میگوید و دیومش خاموش است. از این دو چیز عبرت بگیره. و اونی که سخن میگوید ناطق است، پیامبر میگه این قرآن است، قرآن عظیم شان به ما و شما سخن میگوید. امروز کم مسلمان یافت میشود که وقت جدا کند برای قرآن خواندن و با قرآن عمل کردن. اکثریت به زبان میگه مسلمان ما، لکن وقت نداریم که برای قرآن خواندن و با قرآن عمل کردن و محبت به قرآن به حد کم است. به همین خاطر دوستان عزیز وقت جدا کنید برای خودتان. یکی از نشونه هایی که ایمان مسلمان قوی میگردانه این تلاوت کردن به قرآن، عمل کردن به قرآن عظیم شأن است. قرآن به بعضیا رحمت میشه و بعضیا حسرت میشه و اون کسانی که قرآن میخونن با محبت و عمل میکنن قرآن با آنها رحمت میشه و آنهایی که قرآن نمیخونن و عمل نمیکنن یا به قرآن ایمان ندارن قرآن برای آنها حسرت میشه و قرآن هم نذیر است هم بشیر. نذیر یعنی از عذاب خدا مردم میترسوند و بشیر مردم به بشارت به جنت میدهد. به همین خاطر دوستان عزیز کوشش کنید که میل و محبت به قرآن داشته باشه. یک وقتی خودتون برای قرآن خواندن و تعلیم قرآن بگذاره که روز از روزها افسوس میخوره، الکه دیر تو میشه. یکی از گناهایی که پیامبر روز قیامت گفت برای انسان ضرر سخت میته، انسان حسرت میزنه، این قرآن نخواندن یا به قرآن عمل نکردن است. به همین خاطر کوشش کنید که برادران عزیز به سین سال خود نظر نکنید، نگه سین سال ما رفت است، بلکه چکا کنید به قرآن خواندنم غیرت کنید و به قرآن محبت کنید. و دیگر چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت در بین شما هست ساکت است، این مرگ است. پیامبر گفت خاموش است، گفت این مرگ است. برادران عزیز مرگ حتمی هست. الله متعال چیزی به میفرماید استعیذ بالله کل نفس ذائقه الموت. کل نفس ذائقه الموت یعنی همه نفس اون چیزی که صاحب جان است، صاحب روح است، او مرگ میچشه. روز از روح ما و شما مرگ میچشیم. به همین خاطر دوستان کوشش کنید که در این دنیا مثل یک مسافر زندگی کنیم. در دیگر حدیث پیامبر میگه که شما کوشش کنید به سوی نماز پیش از اینکه نماز از شما قضا شود، شما غیرت کنید به سوی توبه پیش از اینکه مرگ شما فرا برسه. مرگ خود را یاد کن، گریه بسیار کن، روز می روی به زیر لحد توشه تیار کن. به این خاطر برادران عزیز امروز که میفهمیم فلانی مرده است، روز از روزها ما هم از این دنیا پدرود میگوییم و یک انسان خبر مرگ من ترا میشنوه. به همین خاطر کوشش کنید دوستان که یکی از عملهایی که انسان از گناه منع میکنه این یاد مرگ است. مرگ خود را یاد کنید دوستان عزیز. فراموش نکنید که این مرگ بالای آدمای پادشاه هم باشه، کمبغل هم باشه، بای هم باشه، ثروتمند، هر نمودی هم که باشه حاضر میشه. مرگ همه ما و شما روزی از روزها در من شما را میزنه. نیکی شرمندگی است که ما در نزد پروردگار خود به توشه بریم. کوشش کنید که برادران عزیز وقتی عزرائیل به زیارت من شما میاد مرگ ما را به آخر میرسونه، کوشش کنید که به توشه باشیم، در یاد مرگ خود باشیم. به سفر به نزد پروردگار رفتن این شرمندگی است. هر انسانی که توشه داشته باشه در او سفر او انسان بردبار است. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگه هر کسی که در بحر میدره یک کشتی نداره
او مثل انسانی هست که مرگ به بالاش حاضر می شود در حالی که بندگی خدا را نکرده است. به همین خاطر کوشش کنید که برادران عزیز یاد مرگ و محبت قرآن در دلتون جاری کنید. الله متعال همه ما و شما را موفق عمل کردن به اینها نصیب گرداند.